Lekin бародаро бисёре шумо мепурсед тривадном доре, вале ҳаст бародарони марҳамат. Тривадном бисёртар як банка калониш барои ҳар саҳар баъди хӯрок мехӯрем, барои муҳлакам хӯбага дароз карданаи шавқата зиёд кардам. Ин майдакиш ягон раҳи ду рафти қатитон мегирем мебарем, спрайш барои муҳлакам хӯбага дароз карданай. ҳам лечебне, ҳам пешай хобхобӣ кардан истифода барем мешава. Марҳамат бародаро, занг бизанед ва ҳамаи шаҳрҳоро дастафка мекунем. دختر میگه که روزای میشه دیلم از همین دنیا موندگی میگه میخوام خودکشی کنم. یک روز یک زن مراجعت کرد، میگه بچه هر یک سخن میگه ریشی شنمی قدره میگه هر یک سخن میگه الله میگه رسول میگه. خب الله میگه رسول میگه و هنگامی هم خوابه شدن میگه کارهای نامحرمانه میکنه. نه وقتی شناس شدن الله میگه، رسول میگه، پیامبر میگه و پیروی امت میگه، لیک حاضر شب هنگامی همخوابه شدن برادران عزیز محترم کارهای نامحرمانه میکند، مثل اروپایی ها، مثل روس ها. اما اسقاطشه چی خیلی که میفوره، چی خیلی که ذهنش میبره، چی خیلی که نفسی بدش میخواه. زن میگفته است که همون خیل همین کار را بکن. مسئله جدی برادرها. ما با برادرانی که زنی دیو میگیرن یا اینکه همسر دیو میگیرن در فدراسیون روسیه در غربی، از همه شما احتراماً خواهش میکنم که همین پیش از زنگیری چیزی که میکنن از برای الله کنین. فقط با فکری خوب، با فکری آنکی نکاح کنی، یک عمر با او زندگی کنی. زن یکم زن دیوم اینش از اینش جدا کردن این کار مسلمانی نیست برادران عزیز محترم. اگر اینش از اینش تو جدا کردی، یعنی زن دیوم ورمی گرفتی، نکاح کردی، برای شهوت خودت را داشتن دختر را فریب کردی. خب دختر یاش است، جوان است، تو در نکاح خود میگیری، وعده خالی داده میره، عاقبت سن سال دخترم میره و دیگه خواستگار نیست، تو باشی الکی ضامن میشوی. بدترین کاری که ما ماجرام در فدراسیون روسیه میکنیم انمی کارهای. بعد میگن که فلان دختر تاجیک فاحشه شد. فاحشه را کی میکنه؟ همین تاجیکا، ازبیکا، همین خطون نسل خطونا فاحشه کرده استین. میگیرن یا شیشخ رویش دیدن میگیرن، برای شهوتتان میگیرن، به ناموسا میگیرن، استفاده میبرن، میپرتاین. باز یک کسی دیگه میگیره، او هم میگیره، استفاده میگیره، میپرتایه. بیچاره زن چی؟ بالو پرش کستگی که هست، هر یک سخنی مرد باور میکنه، میگه شاید اینش خدا ترسه. یک روز یک زن مراجعت کرد، میگه بچه هر یک سخن میگه ریشی شنمی قدره میگه هر یک سخن میگه الله میگه رسول میگه. خب الله میگه رسول میگه و هنگامی هم خوابه شدن میگه کارهای نامحرمانه میکنه. نه وقتی شناس شدن الله میگه، رسول میگه، پیامبر میگه و پیروی امت میگه، لیک حاضر شب هنگامی هم خوابه شدن برادران عزیز محترم کارهای نامحرمانه میکند، مثل اروپایی ها، مثل روس ها. اما اسقاطشه چی خیلی که میفوره، چی خیلی که ذهنش میبره، چی خیلی که نفسی بدش میخواه. زن میگفته است که همون خیل همین کار را بکن. خب همین کاری ماست؟ نه البته را. سبحان الله. بگذار که همین کارها را نکنیم، از همین کارها دور گردیم. فکر جدی داری با دقت گوش کنین. فکر جدی که داری میخواهی همسر دیگه گیری، باید که همه طرفه همه بدونه، زن یکم بدونه،
پدر و مادر یعنی که خیش توانان زنی دوم بدانه، یعنی که آشکارا باید همه کارا کنی. آن چیزی که پنهانی است مثل دزدی غری است. الله مهربان نگهبانتان برادران عزیز محترم. ویدیو را به همه جا خاتمه میبخشیم تا ویدیوی آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما بعد